سلام. اگر میخوای سرماخوردگی که داری برطرف بشه توصیه میکنم، ولی اصراری ندارم که به حرفم گوش بدید. اگر میخواید حالتون خوب بشه کاری که میگم رو انجام بدید. حتما تو خونه هاتون گیاه داشته باشید که مثل آویشن، بابونه، گل ختمی، پرشاپرک، چی گفتم؟ پر سیاوش، ببخشید اشتباه گفتم. پر سیاوش، چون دارم از حفظ میگم این سوتیام میدم. پر سیاوش و پرشاپرک. خب پر سیاوش، بعد یه دیگه هم گل پنیرک داشته باشید. خیلی چیزای دیگه هم هست، گل قاصدک، مریم گلی. خب این چند تا که گفتم مختص این موضوع هستش که سرفه هاتون رو مثلا آبریزش بینیتون، سرفتون یا حالا علائمای دیگه که دارین که قطعا بیشتر سرفه هستش و آبریزش بینی، براتون توصیه میکنم که انجام بدین. و بخور جوش شیرین، یعنی یک کاسه جوش شیرین رو بردارید، آب و جوش بیارید، بعد قاشق قاشق بریزید داخل آب. هم که پف میکنه میاد بالا، شما با این دماغتون اون پفی که میکنه میاد بالا رو استشمام کنین. بعد یه قاشق دیگه بریزید، با اون یکی سمت چپ بینیتون استشمام کنید قشنگ. تا هر موقعی که فکر میکنید صلاح هست این کار رو انجام بدید. جوش شیرین هم که خدا رو شکر تو کشور ما ارزونه، میتونید تهیهش کنید و انجام بدید. البته جوش شیرین اگر این نکته خیلی مهمه، اگر پف نکنه نیاد بالا یعنی خراب شده، یعنی اون مغازه‌دار به شما جوش شیرین خراب فروخته. به همین خاطر حتما تأکید کنید وقتی میرید از مغازه‌دار جوش شیرین رو تهیه میکنید ازش بخواید که جوش شیرین سالم و تازه رو به شما بفروشه. جوش شیرین مونده توی 10 ساله مغازش و 1 ساله 2 ساله مغازش رو نیاد به شما غالب کنه و بیاید ببینید هیچ پفی نمیکنه. جوش شیرین پف میده دیگه. از قدیم ندیم تو کیکات، تو شیرینیات، تو نون استفاده میشد برای پف دادن. و الان وقتی پف نکنه به چه دردمون میخوره؟ یه خاصیت داره، یه خاصیت قابل دیدن داره که همون پف کردنشه، که اونم اگه نباشه یعنی خاصیت‌های درمانیش از بین رفته. خیلی چیزای دیگه هم هستش که فعلا وقتش نیست بهتون بگم، یه تایم دیگه فرصت کنم بهتون میگم. دوستتون دارم. فعلا